با شلیک موشک‌های فوق سنگین دور برد و 2 مرحله‌ای سجیل آغاز شد. ساکنین سرزمین‌های اشغالی قدس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت قهرمان ایران سامانه پدافندی ارتش صهیونی را در طول چندین عملیات پیشین در هم شکستند و اکنون آسمان اراضی اشغالی آغوش خود را برای موشک‌ها و پهپادهای ایران باز کرده است. حملات موشکی تأثیر محور و ممتد خواهد بود، چنان که روز گذشته مقرهای موساد و آمان در سرزمین‌های اشغال